قسمت سوم از فصل دوم برنامه ماتریکس شو خوش اومدین. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمان این قسمت ما دکتر رفا پوریا بشری. پوریم گادپوری. بادپولی؟ با ما پوریم. با پوریای ولی نسبتی داری؟ چرا کفتر رو فشار میدی؟ این الان فشاری شده. یه جا خوندم که قراره از رپ خداحافظی کنی و کلا ناپدید بشی. کجا خوندی؟ اینجا همین الان نوشتمش. گفتی تنها کسایی که منو زدن پشهان، اونم چون پوری خوشگوشته. عمر تایید میکنم. خب چرا این ماشین زدت؟ امان از راننده کوستا است. این واقعیه که با کفتر رابطه جنسی داری؟ شایع است. مگه نکامره؟ مخاطب دیسترک جمعه افغانیا بودن؟ نه هیپوپانوژیز بود. اون کی افغانیه؟ ای بابا ت یعنی چی؟ تر توزیع تریک با تیور پوری تا تای تهران. ورزشکار بودی؟ نه از این چیه؟ می اومده خونه بغلی ها صدا گوگوش تنها تو خیابونا هنسفری تو گوش کونه بلا مرقلی که بپوش رو پوش الان تو خونه بغلی ها میاد صدا من پوری یه دونه بداره ولی ستارم بدون تیمم حال بگیره کارم بیام بخورنشون هایی که میخوام بگانم فاصلم بالاش خدا که یه دونه گیته داستانی نداری با رپری که فیده نفله کف کرگی میاد تو فیسه تنگاری تولد تو این کیکه خیلی ها فکر کردن کارم تمومه. این چیه مادر